این دیگه عمق فاجعه است. یعنی ببخشید تو این کشور مثل این که یک دونه متخصص نیستش. مسیر واضحه، آینده دیجیتال واضحه. چه چیزی باعث میشه که رگولاتور نپذیره؟ میبینی بانک مرکزی میگه نه مال منه، وزارت فناوری اطلاعات میگه مال منه. همین اتفاق برای پلتفرم‌های طلامون افتاد. دبیر اول سفارت ژاپن در ایران به قوانین کاملا حوزه فینتک خودشون، به قوانین مالی خودشون کاملا آشنا بود که هیچ. ژاپن هم کاملا تعیین تکلیف کرده بود. فرهنگ مدیریتی تو کشور ما مثل سیستم آتش نشانیه. یعنی ثبت میکنم یه جایی نشستن توی ایستگاهشون، یه آتشی که راه میفتن برای خاموش کردنش. حالا اینکه پیشگیری بکنن قبلش، حالا مثلا رویه‌هایی بذارن، آموزش‌هایی بدن، فرآیندهایی درست بکنن، اینجور چیزا تو کشور ما وجود نداره. نه، ما واقعیت اینه که تخلف زیاد داریم. میگه تخلف رو بکن، الان باهات کاری ندارم، بعد اتفاقی که میفته، تخلفه که انجام میشه، بعد از یه مدت میان کل اکوسیستم رو درگیر اون تخلف یک شرکت میکنن. این کاره نیستن، یعنی نمیدونن این مفاهیم یعنی چی. یعنی وقتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی میاد میگه که همه رمزدارایی ها رمز پول هستن، این دیگه عمق فاجعه است. من موضوع اینه که اگر رگولاتور ما جرأت داره، اگر من رامیار قنبری دارم تخلف میکنم، علنا بیان عنوان کنه. قانون داریم، بر علیه من میتونه شکایت کنه، شرکت منو ببنده و هزار تا موضوع. میاد تخلف رو نادیده میگیره، بعد میاد کل اکوسیستم رو حذف اون موضوع میکنه. تو دنیای دیجیتالی روش اقتصاد سنتی دیگه جواب نمیده. حالا RWA و توکن سازی که این چند روز در موردش دوستان خیلی دقیق صحبت کردن، یه بخشی از این شکل دیجیتالی دارایی‌های سنتی. توکن معادل 1 تن مثلا آهن برای ساختمان.